شهر چلیابینسک یک مرد توجک هنگام انجام کارهای ساختمانی در مرکز دلخوشی میگاپولیس به هلاکت رسیده است. نشریه زنا.com خبر داد که او در قبط دوم بنا یک دیوار را باید از بین میگرفت، ولی دیوار خشتی به بالای سرش فرو رفته است و جوان توجک که همگی 23 سال داشت جان داده است. این حادثه روز شنبه 25 سپتامبر روی داده است. اولو قضیه را کمیته تفتیشات تحقیق میکند. در روزهای آخر این یگانه مورد مرگ فاجعه‌ای زادگان تاجیکستان در روسیه نیست. روز یکشنبه گذشته 19 سپتامبر در دهه ترویسک در حوزه ورونفسکیه در نوی مسکو جسدهای دو مرد زاده تاجیکستان را از جای خوابشان در یک واگن در حدود یک حوله خصوصی پیدا کردند. پلیس گفت مهاجران فوتیده یکی 48 سال و دومی همگی 22 سال داشتند. آنها در این حوله به کارهای تعمیر و ترمیم مشغول بودند. از آن پیش صبح بروقت 18 سپتامبر بر اثر به ستون فانوس برخوردن یک ماشین در مرکز شهر نوسیبیرسک 3 شهروند تاجیکستان زنده به زنده سوختند. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تأمین زندگی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان برای تأمین روزگار خود به روسیه به مردکاری میروند. این تقریبا نصف تمام اهالی قابل کاری تاجیکستان می باشد. هر سال در روسیه به علتهای گوناگون از جمله بر اثر فلاکت‌ها در جای کار بیش از 1000 مهاجر تاجیک به زندگی پدرود میگویند. یعنی به حساب میانه هر روز مهاجرت جان تا 3 مهاجر تاجیک را میگیرد.